و کان الله غنی است، هیچ ضرورتی به تقوای شما هم نداره، نظام از او خراب نمیشه. الله که امر تقوا را میکنه برای فایده شما میکنه. حمیدا ستوده شده است، اما تو ستایش الله شده. اگر شما نکنیم الله نیاز نداره برای شما. ولله ما فی السماوات، خاص در اختیار الله سان چیزی که در آسمان است، تغییرات، تبدلات، نظاما همش در پیش الله است. و ما فی الارض، آن چیزی که در روی زمین است در اختیار الله است، در اختیار عاشقان و عارفان نیست. یک کتاب به نام چهار کتاب بخارا میگفت. چهار کتاب بخارا از اهل تشیع بوده، خود اهل مسجدهای اهل تسنن تیت شده بود، بخوانده میشد. عجیب گپا بود. در روز چهارشنبه کالا بپوشی طور میشه، که سه شنبه بپوشی اینطور میشه، که جامه ببری اینطور میشه. یا تو چیزایی را گفته بود که پرسان نکو. در اونجا پیرا را خیلی زیاد تقسیم کرده بود. برش گفته بود که خو الله سرزمین اقلیم تقسیم کرده، فلانی اقلیم داده، کدام چی داده؟ در شان نظام الدین اولیا. این را کی داده؟ پیر نقشبند. عجیب بود. او را مردم میخواند. اینطور ملاها، یک ملا نمیگفت که قرآن چی میگه چی میگه. قرآن میگه لله ما فی السماوات، در اختیار الله است آن چیزی که در آسمان و زمین است. اونجا میگفت نه ترکستان در اختیار فلانی است. مردم کابل تا امروز میگه کابل در اختیار کیست؟ عاشقان و عارفان. قیمتی میشه، باران میشه، نمیشه، کلش عاشقان و عارفان. چی میگه؟ مفت گپ نیست. در غزنی تور مردا خو کده که پرسان نکن. خو کده چی تصرف داره؟ ها؟ انگلیسا آمد قبرای خودشان را تلاشی کرد. نه دستی انگلیسا خوش شد، نه کدام ما را دید، نه کدام گشتم، هیچ چیزا ندید، در بدر شد. عجیب است. مردم ما چه قسم زندگی کرده، چه قسم عقیده داره. الله رحم بکنه. و کفا بالله وکیلا، کافی است الله از روی کارسازی. کارساز یک الله است، دیگه کس کارسازی نمیتونه. او ما زیارتا را کارساز جور کردیم. یشاء یذهبکم، اگر بخواه الله شما را میبرد. ایها الناس، ای مردما، دمی وقت و زمانی که قرار داره، اگر نظام الله را شما عملی نمیکنه، مطابق دستورات الله نظام جور نمیکنه، الله میتونه که شما را ببره و یاتی به آخرین، بیاره قوم دیگر. لیکن الله متعالی کار نکرده. همین کار که نکرده شما غنیمت بدانید. الله میتونست توسط گناه ها ما را مکمل هلاک میکرد، اما نکرد هلاک. قوم دیگر را می آورد که و هیچ مخالفت نمیکرد. برای ما و شما موقع داد الله متعال، پس ما این موقع را غنیمت بداریم، خود اصلاح بکنیم، حکم الله را بپذیریم. از او خاطر الله میگه و کان الله است الله علی ذالک، بالای همی بردن شما را ببره دیگه قوم بیاره در جایتان جانشین کنه، قدیرا، بالکل قدرت داره. او خود که هر چیز بگه کن فیکون. امروز یک فرمان میده کلگی ما میموریم. سبا میبینی قوم دیگه در اینجا آباد است. من کان یرید ثواب الدنیا، سه قسم مردم است. یک قسم مردم فقط ارادهش دنیاست، فقط پشت دنیا میده و کل غم، هم، تکلیف، مشقت، طاقت خرج کردنش برای دنیاست. یک قسم مردم فقط غم و هم، تمامی عمرش فقط با آخرت است، دنیا در نظرش نمیاد. سوم قسم مردمان هموست که هم دنیا را هم آخرت در نظر داره. این همی دو طایفه کامیاب است که یا تنها آخرت خواسته یا دنیا و آخرت هر دوی شد. سوم طایفه خطا و چیسته تاوانیسته یا تباه شده که یک دنیا را چیسته مقصد زندگی خود ساخته، این همی تباه و برباد شده. مقصد زندگی دنیا کی میشه که یک آدم غمی خوردن و نوشیدن خدا داره، خوی خدا، راحت طلبی و عیش پرستی، خلاص نه از عبادت الله خبر داره، نه از مسئولیت خود خبر داره که من در این دنیا آمدم چی مسئولیت دارم. نه 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 نه، اینطوری مردم تباه و برباد است. مؤمن همت بالا داشته باشه. کدام همت؟ در دربار الله خو هر کدامش است. تو بالا را طلب بکو، آخرت را طلب بکو، دنیا بیا زو برات میاد. من کان یرید ثواب الدنیا، کسی که اراده پاداش دنیا را میخواه، فعند الله، بنزد الله ثواب الدنیا، پاداش دنیاست، والآخرت، پاداش آخرت هم است. پس وقتی که الله هر دویشه داره، شما چرا در نعمت ادنا اکتفا میکنه؟ با چیزی بی ارزش اکتفا میکنه؟ عملت قیمتی زیاد داره، چرا قطعی عملی قیمتی یک چیزی خیلی بی ارزش به دست میاری؟ اشاره میکنه کسی که یک کار انجام میده به خاطر نعوذ بالله نیتی خراب داره. مثلا آدم نماز میخونه بان که مردم بگوید که خب نماز خوان است، مسجد جور میکنه که مردم بگوید خب آدمی سخی است، نه این کارا را میکنه. تو اینمی قدر پاداش دنیا را خواستی، مردم برات گفت که فلانی
مسجد جور کرد، نامی دونه نوشته است، خلاص. عملی طور عمل است که قیمت خیلی زیاد داره، هم دنیا سرش گرفته میشه هم آخرت. تو برای آخرت عمل بکو، مدح دنیا را خود به خود در قلب مردم میآید. تو برو دین خدمت کو، باز میبینی که مردم چقدر محبت قطعی تو داره، در حالی که تو هیچ اراده محبت مردم نداری. اینا انقدر تو را دوست داره که برای خود قدر دعا نمیکنه که برای تو دعا میکنه. عملت قیمتی است، عملت ارزش زیاد داره. تو میگیری یک چیزی بی ارزش قطعش میخری. مسجد جور کردن یک گپ یادی نیست، مدرسه جور کردن یک گپ یادی نیست. این عملی است که در مقابل جنت قرار داره. ایواز جنتی که قطعا قیمتش دنیا ها پر نمیتونه. عمل توی قدر قیمتی و ارزش است، تو میگیری بی ارزش میسازی، صرف به این خاطر جور میکنی که مردم بگه که مسجد فلانی. نه، مسجد فلانی خب بیا زبرت گفته میشه. مؤمن همتش بالاست، عمل مؤمن ارزش داره، قیمت داره، ما این را ارزان نفروشیم، سری از این نتیجه خوب بگیریم آخرت. از او خاطر الله میگه کسی که اراده ثواب دنیا را داره، پاداش دنیا را مناسب نیست که یک تنها پاداش دنیا را در نظر بگیره. فعند الله بنزد الله ثواب دنیا، پاداش دنیا هم است، والآخرت از آخرت هم است. هر دو رو چرا اراده نمیکنه؟ و کان الله است الله سمیعا شنونده فریاد دعا هر چیزی که یا مطالبه داره، بصیرا میبینه که لیاقت داره از دادن یا نداره. الله به کسی میده که لیاقتش داشته باشه. یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده، کونو قوامین شما شوی قوامین قایم شونده، سرپرست، اجرا کننده، بالقسط به انصاف، دادن حق مکمل بزی حق بده. قسط انصاف میگه. و اگر وقت اقرار و شهادت آمد، شهدا الله شاهدی دادنی خاص به خاطر رضای الله باشه. دو نکته را برای ما میگه عملی کنی. ای کسانی که ایمان آورده، کونو قوامین شما شوید قایم کننده، اجرا کننده، بالقسط به انصاف، هر امر به انصاف اجرا بکنید، حق به اقدار بسپاره، ادای حقوق. قوامین کنایه است، تصمیم است، تصمیم جدی داشته باشه، عزم راسخ داشته باشه، ادناترین انحراف در شما پیدا نشود. قوام امیر میگه، قوام خب برابر همینطور مجهز، بالقسط به انصاف، قوام به انصاف باشه، کل گیره شامل میشه. ده حق الله قوام باشه، ده حق مخلوق الله قوام باشه. آماده باش، مصمم، راسخ. اگر مسئله ادای نماز میه بالکل راسخ مصمم، در وقتش به جماعت، به خشوع، به خضوع، مطابق نقش رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز الله را ادا کنی. قوام هستی، بالقسط به انصاف. انصاف تقاضا میکنه که حق الله چی رقم ادا شود، نماز چی رقم ادا شود. بله، اگر حق مخلوق میه، اگر حق زن است، اولاد است، همسایه است، یک مسلمان دیگه است، بالکل همینطور عزم راسخ داشته باشه که ما این را ادا میکنیم، پورا میکنیم به انصاف. هیچ نوع ظلم، نقصان و کمی و کوتاهی دایی نمیکنیم. امن دنیا هم توسط همین گپا رعایت میشه، برقرار میشه. هر کدام ما قوام، هر کدام ما قوام هستیم، هر کدام ما مصمم استاده آماده باش چی وظیفه برای ما سپرده میشه ادا کنیم به وجه درستش. اگر هر کدام ما همینطور باشیم کوکی ظلم آمد، نه. ادعا شد موبایل از ماست، تو گفتی نه از ماست، فکر میکنی قوام هستی، آماده باش هستی به حق پذیری. چرت زدی که همین موبایل خازمه نیست، سعی کردی وی از مرا کسی دیگه گرفته، این موبایل از من نیست. چرا؟ موبایل من اینجا نشانی داشت. به اون مرد که میگی بگی برادرم موبایل از توست، قوام شدی، به انصاف قوام شدی، عزم راسخ کرده بودی که کاری غلط نمیکنم، قوام شدی. امام هستی، قوام هستی. امامت خدا به وجه درست، وقتا را خوب مناسب موزون مقرر کرده ای به مردم. خوب نمازی که مکمل روحی خشوع خضوع اما گپادش موجود است، قوام شدی، وظیفه خود مکمل ادا کردی. ماموری دولت هستی، اشک بجا شده، دفتر دروازه را باز کردی، منتظر هستی مراجع کی رجوع میکنه. السلام علیکم، به بسیار پیشانی واز، مهربانی کو بیادرم، چی مشکل داری؟ ورقیش بگی، راهنمایی درست بکو، وظیفه به تو تعلق داره امضا کو.
خفه خو نیستی بیادرکم الله برات اجر بده کیوم برات بگه جزاک الله خیرا قوام هستی بالقسط وظیفه که برات سپرده شده تو دو پای استاد هستی که به این به وجه درست انجام میده هر کدامی ما وظیفه داریم مرد در خانه وظیفه داره زن در خانه وظیفه داره معلم وظیفه داره مامور وظیفه داره دریور وظیفه داره کلینر وظیفه داره و هم وظیفه داره قوام است به انصاف قوام بکنه کلینر در کجا استاد شود در بین زنا بگرده کجا استاد شود کلش قرآن ما را امر میکنه که شما قوامین بالقسط باشه شهدا لله شاهدی دادنی خاص به خاطر رضای الله موقع شهادت میاد بعد شاهدی بدی حق یک مسلمان باید تلف نشود نزاع پیداست بین دو نفر برات معلوم است حق فلان است بلکه شاهدی بده اگر چی شاهدی با کی باشه در وقت انسان از انصاف بیرون میشه و شاهدی را بنا حق میده که اینی موانع پیدا شود کدام مانع نقصان نفسی خودت میشه خب میفهمی که حق دیگر راست میگی نظم است به این خاطر عالی شاهدی را بالای خود نمیدی ندی این موانع را باید دور بکنید چرا تقوای الله تقاضای از این را داره معامله پدر و مادر است یک قریب و رشته دار دیگه است وی والا فقیر است گم که دمی حق از این شاهدی بدم نه وی غنیست رویدار آدم است را اگر ما شاهدی بدم که اینطور است آبروش نریزه نه 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 در کل معامله رعایت الله را بکن خلاص چی میگه الله متعال وعلى انفسکم اگر چی شاهدی بالای نفسای خودتان باشه به ضرر نفسای خودتان باشه او الوالدین به ضرر پدر و مادرتان باشه والاقربین به ضرر دیگر رشته دارایتان باشه شاهدی را بده به حق بده ولو که تو یا پدر مادر یا دیگر اقربای توانی میشه ای یکن غنیا او فقیرا اگر باشه امی کسی که سر شاهدی داده میشه غنی مالدار و فقیرا یا نادار فالله اولا بهما الله خیلی لایق است به یردو یعنی زیاد تعلق الله قطعی یردو است اینطور فکر نکنی که خو غنی است آدمی رویدار است بیا سر شاهدی ندم بده شاهدی این فقیر است بیچاره چیزی نداره سر شاهدی ندم بده شاهدی چرا از تو که الله تعلقش با فقیر و غنی زیاد است تو این رعایت نکن تو رعایت عدالت بکن این که چرا فقیر است لیازی شوه الله خوب لیازیش میکنه اگر غنی است که آبروش نریزه الله خوب میدونه که آبروش نریزه در موقعی که سرشان شاهدی داده میشه ولو که غنی باشه آدمی کلان است حقی آدمی کلان است ملک است چیست وزیر است رئیس است دوله است ظلم کرده حق کسی را خورده آلی دیگه تو خوب دیده که واقعا حقش خورده مردکه ریزه کرده تو شاهد هستی تو را طلب میکنه بالکل شاهدی بده نده تو نگو که عالمه بگویم که مولوی صاحب حق کسی را خورده این کلان آدم است چی نشوه سبک نشوه نه الله به تو فرمان داده که این اینجا حق تلفی و غریب نشوه مظلوم نشوه شاهدی بده لا تتبعوا الهوا دیگه چیز که آدم مانع میساز از که شاهدی حق بده خواهش است فلا تتبعوا الهوا شما تابعداری خواهشات نکنه ان تعدلوا اینجا اصلش الله تعدلوا که شما عدالت نکنه خواهش نفسی تقاضا داره که شما عدالت نکنه نه عدالت بکنه تابعداری خواهش نفس نکنه و ان تلوا او تعرضوا اگر شما دو چیز است که یا بیخی اعراض انکار کردم که شاهدی نمیدی یا میدی خو غلط شاهدی میدی ترمیم میکنی نه الله میگه دو کار نکنی و این تلو اگر شما میگردانی زبانتان به غلطی اصلی گپ یک رقم است شما دیگر رقم تو میدی او تعرض یا بیخی اعراض میکنی رو گردانی میکنی نه 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 ما شاهدی نمیدم الله متعال میگه فان الله کان بما تعملون خبیرا الله به تمام کردار شما خبردار است در این طور موقعی که حق یک مسلمان زنده میشه آبروی یک مسلمان خریده میشه تو دادی زبانیتا یا بیخی حاضر نشدی به شاهدی دادن الله خبردار است همین قضوه سید بشود الله از تو مطالبه داره شاهدی تا بده حق یک مسلمان زنده کردن یک مسلمان کمک کردن گپ یادی نیست قرآن برات نمیگه تعاونوا علی البر و تقوا و بر و تقوا معاونت بکنی بر و تقواست حق آدم تلف نمیشه روی داری قطعی کسی قطعش جوره کو خدا حق یا زوره از ظالم بگیشه یا ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آورده آمینو بالله ایمان به الله بیاره ایمان آورده ایمان بیاره ایمان آوردیم دیگه ایمان هم بیاره ایها الذین آمنوا کسانی که ایمان آورده به زبان
آمنو بالله ایمان به الله بیاره و رسولی به رسول الله و الکتاب به کتاب الذی و کتاب نزله که روان کرده علی رسولی بالای پیغمبر خود و الکتاب الذی به او کتاب ایمان بیاره انزل من قبل که فرو فرستاده پیش از این کتاب. اینا اینجا خطاب به او کسایی است که در زبان مؤمن است اما در قلب مؤمن نیست، او را الله فرمان میده. یک توجیه، این توجیه قدر قوی نیست. دوم توجیه، یا ایها الذین آمنو کسانی که ایمان آورده دعوای ایمان نداره، آمنو بالله ایمانی حقیقی به الله بیاره، ایمان زبانی نباشه، ایمانی که در عملش تطبیق نمیشه. حالی دیگه ما را میگه، کدام ما را میگه؟ ما ایمان زیست مؤمن تذکیره استیم میراسی. الله برای ما میگه ایمان حقیقی بیاره. ایمان حقیقی کدام است؟ که دستورات الله در زندگی ما دیده شد، قدم به قدم، قدم به قدم ایمان آثارش در زندگی ما دیده شود. ما خو مسلمان هستیم، مؤمن هستیم، اما اگر توی شود، اگر دنیا ملا برای ما عذرزاری کنه که آجی صاحب سازه نبیاری، نه یک بچه دارم هم یک روزی خوشیش است، ماندنیش هستم. الله برای ما میگه که دعوای ایمان داره، ایمان بیاری. ایمان آوردن ای را میگه که اثر ایمان در زندگی دیده شد. این تو نیست که وقتی که قدرت نداری مؤمن هستی تکبیر الله میگی که قدرت سازنده آوردن شد باز میری در پلیس سازنده نشسته. اینطور نباشه. اینی را مردم الله متعال میگه ایمانی واقعی بیاری، حقیقی بیاری. قدرت و فلاح و کامیابی و امنیت و همه بخششا را که الله وعده داده سر ایمانی حقیقی و واقعی داده، نه در ایمانی رسمی و زبانی و تذکره و میراسی. ما امروز که خطا کردیم اینی را خطا کردیم که بعضی کلمه گفتیم میگیم خیر کلی کمالات از ما باشه، پاچایی از ما باشه، کافر نوکری ما باشه. او مردکت تو تنه در زبان ایمان آوردی، در زندگی دی امین ایمان دیده نشد، در زندگی با دوربین دیده نشد. مسلمان میگه لیکن دروغ میگه، مسلمان است غیبت میکنه، مسلمان است دزدی میکنه، مسلمان است سود میخوره، مسلمان است فحاشی و عیاشی میکنه، مسلمان است قمار میزنه، مسلمان است بگوی چیز تا غصب میکنه، مسلمان هست لیکن نماز نمیخونه، مسلمان هست زنا میکنه. خلاص عدالت وجود نداره. بی‌اعتمادی آنقدر زیاد است که پدر سر اولاد، اولاد سر پدر مادر اعتماد نداره. در این سرحد رسیده. ایمان حقیقت ایمان است که انسان در زندگی خود واقعا عیار به دستورات الله بسازه. اون وقت باز بگویی که چرا ما کامیاب نیستیم، چرا کفار زیر دست ما قرار نداره. اونجا باز شما بدانید که حقیقت ایمان گه. حقیقت ایمان آمده، ایمان زبانی را ما معیار برای آمدن کلی کمالات میدانیم. نه اونطور نمیشه. اگر ایمانی حقیقی آمد مزمه میزنم، ضمانت میدم که عزتمندی و قدرت از کیست؟ از مسلمان است. رخ سخن طرف یهود است. در مدینه یهود آباد بودن. چرا الله برشان مومنا میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان دعوا داره به بالای بعضی پیغمبرا را عقیده داره، خیر چی کنه؟ آمینو بالله ایمان به الله بیاره، همون رقم که کتاب الله معرفی کرده، نه ایمان شما واره. و ایمان به الله به طوری آورده که عزیر هم ابن الله قطش میگه و طوری نباشه. و رسولی به اولای پیغمبر، بر رسالت حقیقی پیغمبر شما ایمان بیاره، محض به زبان نگوی که پیغمبر است، نشانه هایش به مردم واضح بیان کنه. والکتاب الذی، به حقیقت او کتابی که نزل علی رسولی، فرو فرستاده بالای پیغمبری خود، تمام هدایات قرآن تصدیق کنه، بپذیره. یک والکتاب الذی، به او کتابی که انزل من قبل، پیش از این نازل کرده، در او کتابم حقیقت دین، حقیقت پیغمبر مکمل واضح بیان شده. خیر شما ایمان نبیارید. و من یکفر بالله، کسی که انکار به الله داره، یعنی ایمان به الله نداره، نعوذ بالله. و ملائکتی، ایمان به ملائکه الله نداره. و کتبی، بالای کتابای الله، و رسولی، بالای پیغمبرای الله، و الیوم الاخر، به روز آخرت، فقط دل دلالا بعیدا، ای آدم خطا شده، گمراه شده، به گمراهی دور از حق، سخت از حق دور شده. چرا؟ به یکی از موارد ارکان ایمان هیچ عقیده نداره، خیلی دور شده. تا که ایمان به الله میاره، به ملائک، به پیغمبرا، گپی خیلی دور است. از این معلوم میشه که انسانی که یک چیزی از مزایای دین آسمانی را داره،
او زود راجع میشه به ایمان آوردن. اوی که نداره او دیگه خیلی دور است تا که او را آماده به ایمان میسازی. ما از امو خاطر مردمایی که دانشمند است هوشیار است نیمی سخن برش میگی دعوت تا میپذیره. چرا؟ حقیقت زود آشنا میشه. لیکن او مردمایی که امو عمل خود خوب میگه دین دانسته او را دیگه چپا کردنش دیگه طرف گپی خیلی دشوار است. ان الذين امنوا یقینا کسانی که ایمان آورده ثم کفروا بعد از انکار کرده. اینه ایمان حقیقی را که کسی نبیاره که ریشه داشته باشه تفکر سر ایمان کرده باشه بلکه ایمانی رسمکی آورده باشه و باز رقم تغییرات سرش آمده میتونه. چی رقم؟ ان الذين امنوا کسانی که ایمانی رسمکی آورده تأمل نکرده تحقیق تدبر نکرده در حقانیت ایمان. چی طور است؟ ثم کفروا بعد از کافر شده ثم آمنوا باز مؤمن شده ثم کفروا باز کافر شده ثم ازدادوا کفرا بعد از کفر خود زیاد کرده. لم یکن الله نیست که الله لیغفر لهم که بخشش کنه ایرا ولا لیهدیهم نیست که الله راهنمایی کنه برشان سبیل راه حق که در منزل مقصد برسن. نه نمیکنه. چرا؟ الله بر استعداد اسباب و وسایل حق جویی و حق طلبی داده بود. زمانی که تو یک مفکوره نمیپذیرفتی باید عمیق مطالعه بکنی بعد از او بپذیری. دعوت قرآن همیشه این همیست. کدام نظره که میپذیری باید مطالعه عمیق بکنی تحقیق بکنی بررسی بکنی. کورانه به نظری سطحی دنبال یک چیزی روان نشو. چرا؟ اگر تو میخوایی که به حق برستی باید تحقیق داشته باشی. تحقیق مطالعه قوی. فرمول ما برای برادران و خواهران همیست. ما نمیگیم که پای ما را بپذیری به درای ما روان شوی. نه این دعوت پدر و مام داده نمیتونه. ما فرمول داریم برای حق جویی و حق طلبی. فرمول کدام است؟ چون اسلام دین اساسی است اساس داره، دین بنیادی است بنیاد داره، دین واقعی حقیقت و واقعیت داره. هر چیز از روی واقعیت و حقیقت بپذیر، از روی دلیل و سند بپذیر. اگر دلیل و سند نبود او طرف انداخته برو خلاص. عوامای ما میشینه میگه ما چی کنیم مولوی صاحب گپی تو را قبول کنیم از او را قبول کنیم. ما خو عوام هستیم چیزا نمیدانیم در دورایی بند ماندیم. در دورایی بند نمانده ای بیادرکم را خیلی واضح است. خیلی واضح. به سند و دلیل پیروی کسی را نکو خلاص. پشت سند و دلیل برو. اگر پشت سند و دلیل رفتی نه در بدعت واقع میشی نه در شرک و نه در دین باطل. چرا؟ از روی سند و واقعیت یک چیز پذیرفته رایست. چرا نماز میخوانم؟ فرض است. از کجا؟ آیت قرآن. در کدام وقت خوانده؟ پیغمبر اینه در حدیث شین تو آمده در فلان چند رکعت خوانده اینه پیغمبر خوانده. بس هر کسی که روی سند و دلیل پذیرفتن شروع کرد گاهی گمراه نمیشه قطعا. این فرمول است. فرمول برای راهیابی نمی است. خلاص هر موضوع مسئله را که کسی میگه از روی سند و دلیل بگوی بپذیر. کس نگویه که من عوام هستم نمیفهم. کلگی میفهم. کلگی در این مورد میفهمه. لیکن او کسایی که سرسرین ایمان آورده حقیقت ایمان در قلبش جا نگرفته و اصلا نمیخواه مؤمن شود. چرا؟ در ذهن خودی طور تصور داره که این مسلمان ها آخر الامر کامیاب نمیشه، یا توده کم است، مردمی کم است، یا تاب مقاومت با این کاری خیلی زیاد است نداره. از امو خاطر مذبذب بودن. یک دفعه که مسلمانان را در میدان کامیابی میدیدن که غنیمت جمع میکنن می آمدن مؤمن میشدن. باز میگفتن که نه مؤمنان تاب مقاومت با کافر نداره میرفتن در کفر. امو گپای خدا میگفت که ما همونجا رفتیم به خاطر یک مقصد رفتیم. منافقین همی کارشان بود. ایمان در قلبشان جا نگرفته بود، مذبذب بود. الله متعال میگه سرحدی رسید که خب موقع و چانس برش برابر شد. الله متعال بدون حجت کسی را اینطور نمیکنه که عذاب بده. اگر یک کسی در دنیا محروم از پذیرفتن حق میشه هم به دست خودش است. چرا؟ اسباب خود در غلط کارهای غلط انداخته در سرحدی رسیده که قلب از او مورولاک میشه دیگه هیچ گپ حق نمیپذیره. خودش در مورولاک رسانده، الله نرسانده.